14 ایون ساکن ایسار اودینایف محمد منصورویچ را بر اساس ماده‌های آدمکشی، راهزنی به مبلغ بزرگ و سوء قصد به کشتار گناهکار شناخته و 27 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل گفت محمد اودینایف از بازی‌های بوکمیکری قرضدار شده برای از این وضعیت برآمدن در باطنش فکر دزدی مال و ملک غیر پیدا گردیده بود. او شب 26 دکبر سال 2020 توسط دیوار غیر قانونی به خانه همسایه‌اش رازق و آراسته واقع در سروغه شهر ایسار کوچه فردوسی وارد شده است. بنا به فرضیه تفتیشات اودینایف در آنجا به سر نقاب کشیده میخواست وارد حجره‌های خانه گشته مال و ملک همسایه‌اش را بدزدد، اما رازق و آراسته از حجره خانه استقامتیش برآمده به طرف امام خانه‌اش رهسپار می‌گردد. اودینایف باشد نامبرده را دیده در نزد حاجتخانه پنهان شده با سبب‌های از او وابسته نبوده نقشه تصرف نهایی مال و ملک رازق را به آخر رسانیده نمی‌تواند. اودینایف این حالت را دیده نقشه جنایتکارانه خود را فوراً دیگر کرده به خود مقصد می‌گذارد که به طور آشکارا به رازق هجوم کرده با استفاده زوراوری برای حیات و سلامتی خفناک نامبرده را به قتل رسانیده صاحب مال و اموالش گردد. با این مقصد اودینایف منتظر از حمام برآمدن رازق شده به او هجوم کرده با دست چپش دهان و بینی و با دست راستش سر او را فشرده راه‌های نفسکشی او را پورا محکم نموده است که در نتیجه رازق در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود در گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل بعد از این اودینایف جسد رازق را به داخل حاجتخانه گذرانیده گوشوارهای طلایی او ارزشش 1258 سامانی و انگشترین طلاییش ارزشش 775 سامانی را که در مجموع 2033 سامانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده است. همچنین اودینایف پس از راهزنی و کشتار جبرانیده رازق وارد یکی از حجره‌های خانه او شده به گفتن شروع می‌نماید. این لحظه دختر نابالغ رازق میرونه سیف‌الله‌ایونا سال تولدش 2006 از خواب بیدار شده اودینایف را دیده از ترس داد و فغان کرده است. اودینایف از این حالت به هراس افتاده با مقصد کشتن و رویپوش کردن جنایت‌های صادر نموده‌اش به نابالغ رازق هجوم کرده با دست راستش دهان و بینی نامبرده را محکم کرده میخواهد که او را هم از حیات محروم سازد، اما میرونه 14 ساله مقابلیت نشان داده با دستش نقاب را از سر اودینایف میکشد و پنجه دست راستش را میگزد که در نتیجه دستپوش دست چپ اودینایف به بالای فرش حجره میافتد و اودینایف از ترس آنکه میرونه او را میتواند شناسد فرار میکند.